یک معرفی کوتاه از عبدالله همکار. عبدالله همکار یکی از خوانندگان برجسته و مشهور موسیقی ترکتبار در افغانستان است. او با صدای زیبا و دلنشین خود توانسته است توجه بسیاری از شنوندگان را به خود جلب کند. صدای خاص و منحصر به فرد او در آهنگها به همراه قدرت انتقال احساسات عمیق موجب محبوبیت و شناخته شدن بیشتر این هنرمند در میان طرفداران موسیقی ترکتبار شده است. عبدالله همکار متولد ولایت کندوز، ولسوالی قلعه زال، قریه چالیش می باشد. از دوران کودکی علاقه فراوانی به موسیقی داشت و با پشتکار و تلاش مداوم توانسته است در عرصه موسیقی قدم بگذارد. او با علاقه و شور و شوق به خلق آثار جدید و منحصر به فرد پرداخته و همواره در تلاش است تا پیام‌های عاطفی و فرهنگی خود را از طریق موسیقی به جهانیان منتقل کند. عبدالله همکار نه تنها به دلیل صدای دلنشین شناخته می شود، بلکه توانایی ویژه‌ای در انتقال احساسات عمیق از طریق آهنگهایش دارد که باعث محبوبیت او در میان طرفداران موسیقی شده است. او به عنوان یک هنرمند با روحیه‌ای مثبت، خوش‌اخلاق و متواضع در جامعه شناخته می شود و همیشه رفتار نیکو و اخلاقی خود را در کنار حرفهاش به نمایش می‌گذارد. عبدالله همکار همواره به عنوان یک فردی خوب و محبوب در دل‌های مردم جای دارد.